الله الرحمن الرحیم. برادر عزیز، الهی پروردگار ما در عبادتی تو در ادای عبادت امر امر حسن پروردگار برادرانی که اسرار آمیز پروردگار باید علم باید درد باید احساس بزرگ پروردگار از ما طلب دعا میکنن و ما رو تعیین کردن که در حق آنها دعا کنیم. برادر از ما خواهش کرد که برای پدرش که هنوزم خداوند آن را هدایت کامل نصیب نکرده است، پروردگار و اطمینان قلبش رو در ذکر تو نمیبیند و در چیزهای حرام میبیند. پروردگار از تو طلب میکنیم در این مکان مقدس، در این خانه که پروردگار تو آن را شرف و اکرام و عظمت داده، پروردگار دعای ما عمر کنندگان و زیارت کنندگان را به درگاهت قبول بنا. پروردگار آن برادر ما که برای پدرش آرزو طلب دعا کرد و آرزو کرد که ما در تعیین دعای ما در اینجا دست دعا به سوی تو میبرداریم، پروردگار اطمینان قلب این برادر و پروردگار ذکر خودت بگردان و از راه حرام و مشروبات حرام برگردانش یا رب العالمین. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره وأنت على كل شيء قدير. پروردگار تو را حمد میگم، تو سزاوار حمد هستی، پروردگار تو سزاوار عبادت کردن هستی. پروردگار تو را شکر میگم با آن که تو ما را هدایت کردی و ما مقدسترین کتاب را نازل کردی و بر ما بهترین پیامبر را فرستادی. پروردگار تو را حمد میگم که تو ما را نصیب گرداندی که بعد از خانه تو بیاییم. پروردگار این خانه توست، عظمت و اکرام و شرف و بزرگی خانه را تو داده ای. پروردگار را بر ما نعمت را ارزان نمودی و ما را قدر دانستی که از جمله طواف کنندگان و دعا زنان و قدم زنان نزد خانه تو باشیم. پروردگار را ما در پیش خانه تو ایستاده دستانی برداشته به سوی تو دعا میکنیم. پروردگار را پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت الله حیا میکند در دستی که به سوی برداشته شد و او آن را دست و صفر برگرداند. پروردگار را با کمال تواضع، پروردگار را برادرانی که از دوری های دور بر ما تعیین کردن که برای آنها دعا بکنیم. پروردگار را شفای بیماران، مغفرت گناهی گذشتگان، پروردگار را اصلاح فرزندان را پروردگار را از تو طلب داریم. پروردگار را آنانی که از ما طلب دعا کردن، پروردگار را آرزو دارند که روز به این خانه تو بیان و در نزد خانه تو دست دعا بردارن، پروردگار را برای اصلاح اعمال خودشان دعا کنند. پروردگار را ما بندگانی هستیم که 10 سالها سجده من را نمازمان را به سوی خانه تو خواندیم و امروز ما را نصیب گرداندیم که این پیشانی و این سجده را در نزد خانه تو بگردانیم. پروردگار را اسیران ما را، زندانیان ما را که پروردگار را بناحق اگر زندان گشتند، پروردگار را اگر آزاد شدن برای آنها خیر است، پروردگار آنها را آزاد بما. پروردگار تو علام الغیوب هستی، تو از قلب‌های ما با خبر آنچه را که ما آشکارا میکنیم و آنچه را که ما پنهان میکنیم، پروردگار را به همه چیز تو خبردار هستی. پروردگار را شفای بیماران برای بیماران ما عطا بنما. پروردگار را مغفرت گناه برای پدر و مادران و گذشتگان ما، آنان که وسیله شدند تا امروز ایمان و اسلام در دست ما بود، پروردگار را رحمت بر آنها بنما. پروردگار را دعای زیارت کنان و طواف کننده را در پیش خانه پروردگار را قبول بنا. الله اکبر. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران عزیز، خواهران، اپاها، این دعا برای همه شما بود از طرف رهبرت گروه ما، گروه ارگانتور. در حق همه شما دعا کرد، کسی که از من التماس کرد که دعا کنه. برادران عزیز، خواهران، اپا، این دعا برای شما بود. پروردگار شاید از تحت دلگیری ها و عشقای رزان دارند و از تو طلب میکنند که پروردگار عاجزان ناتوانند کسانی هستند که نتوانستند به اینجا بیایند. پروردگار ما را تعیین کردن، پروردگار این امانت آنها را ما پروردگار در نزد خانه تو
با طلب و اسرار با کمال تواضع و خاکساری پروردگار و دستان برداشته با تعیین از جانب آن خواهران و مادران و بیماران پروردگار و دست دعا می‌برداریم. پروردگار و هر آن کس که از بر ما تعیین کرد که برای آنها دعا بکنیم تا آنها را الله متعال تو فرزنددار بگردانی پروردگار و اگر فرزندداری اگر پسرداری برای آنها خیر است تو این را خوبتر میدونی پروردگار و برای آنها فرزند بده پروردگار و برای هر یک بیماری که عاجز و ناتوان است و پروردگار و برای قربت به خودت تو آن را بیمار کرده ای پروردگار و اگر شفا برای او خیر است پروردگار و شفای عاجل برای عطا بما پروردگار عبادات ما را پروردگار عبادات ما را پروردگار عبادات ما را به درگاه قبول بکن پروردگار دستان برداشته ما را به سوی ما صفر برمگردان پروردگار دستان برداشته ما را به سوی ما صفر برمگردان پروردگار آنانی که از ما طلب دعا کردند پروردگار با التجا و زاره از تو طلب میکردن پروردگار آنها نیز میخواستند که سجده در نزد خانه تو داشته باشند پروردگار از ما که امروز ما را نصیب گردانده ای از سجده کنندگان نزد بیت الله باشید از ما طلب بیمودند پروردگار در سجدهمان در عبادتمان در طوافمان در سعیمان دستایمان را برداریم و دعا بکنیم پروردگار برای آنها اصلاح فرزند ما پروردگار اگر فرزند داری برای آنها خیر است پروردگار برای آنها فرزند بده پروردگار کسانی که تحت ظلم قرار گرفتند پروردگار استطاعت و برداشت این ظلم و این سنجش مصیبت آمیزی که پروردگار تو با آنها را در این قرار داده ای پروردگار آنها را در این خدمت قرار بده پروردگار اگر آنها را میخواهید بسنجی پروردگار آنها را ایمان کامل بده تا توانند از این فتنه ها و از این مصیبت های سنجشی تو بگذرند پروردگار طاقت و برداشت آنچه را که ندارند که پروردگار مصیبت های سنجشی تو پروردگار از امتحانات تو بگذارن پروردگار آنها را تو مقلب القلوب هستی قلب های آن را ثابت و قدم های آن را ثابت بین ما تا بتوانند که پروردگار از این مصیبت ها از این فتنه ها از این سنجش ها و امتحان هایی که در این دنیا آنها را مورد این امتحان ها قرار میدهی پروردگار با ایمان کامل از این امتحان ها بگذارند یا ارحم الراحمین. سلام علیکم برادران عزیز حج رو تنها میتوانید در کانال سامبای تیوی یکاترینبورگ تماشا کنید پس در اومده ابونه شوید سیلکای کانالش و نام کانالش سامبای تیوی یکاترینبورگ است دوستان عزیز در کانال سامبای تیوی یکاترینبورگ روی نوارهای بهترین از حج از شهر مکه برای شما دوستان عزیز آن ساعتی کلانترین روی جهان سلام دوستان عزیز می توانید حج را از کانال سامبای تیوی یکاترینبورگ تماشا کنید با پورگی و جایهایی که حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم گشته است اونجا را می توانید تماشا کنید سلام علیکم برادران عزیز اگر خواهید که حج رو با پورگی بهترین نوارها را از حج تماشا کنید پس با کانال سامبای تیوی یکاترینبورگ ابونه شوید. سلام علیکم برادران عزیز خواهید که حج را با پورگی تماشا کنید پس در کانال سامبای تیوی یکاترینبورگ ابونه شوید. اسلام بای حج مبارک سلامت باشید. سلام علیکم برادران عزیز میدونین این ساعت کلانترین در کجا است نه پس در کانال سامبای تیوی یکاترینبورگ در این ابونه شوید بهترین ویدیو است از شهر مدینه مکه بچه سر تراشیدن بعد از احرام از شهر مکه
салом алейкум бародарони азиз. Мо дар шаҳри Макка ҳастем ва интизори автобуси гостиниса ҳастем. Бародаро ҳозир эҳром пӯшидагӣ дар инҷо интизор ҳастанд. Бародарони азиз, канали Самбой ТВ Екатеринбурга фаромӯш накунед. YouTube дар дароем, обуна шавед. Беҳтарин канал аст, дар хизмати шумо аст. Мо дуогӯи шумо ҳастем. Салом алейкум бародарони азиз. Канали мо яке аз каналҳои беҳтарин Самбой ТВ Екатеринбург. Дароед тамошо кунед. Иншоалло ки ҳаҷро ба пуррагӣ мебинед. Худо хоҳад. Автовокзали шаҳри Макка ба пуррагӣ хоҳед наворша тамошо кунед. Пас дар канали Самбой ТВ Екатеринбург дароед навороша тамошо мекунед иншоалло. беҳтарин автовокзал дар шаҳри Макка ва автобусҳои беҳтарин аз тарафи гостинисаҳо, ҳотелҳо марҳамат канали Самбой дар дароед тамошо кунед. Салом алейкум бародарои, ин автовокзале ҳаст ки мардум дар ин вокзал ҳоҷиё меан дар автобусҳои гостинисаҳо мешинанд. Гостинисаҳояшон чӣ қадар дуре ки бошад бепул мебара меёрашон. Мана нисми шаҳр шуда автобусҳо дар хизматаи ҳоҷиё дар пеши автобус. Мана ин автовокзал дар таянкаи асосан бигем дар пушти анами соати калон аст. ҳоҷиё иншоалло ки автобуса мешинанд, ҳар кадомашон ба ҷои худшон рафта мерасанд. ҳатто калеска ҳам дошта бошем метавонем ба калеска истифода барем. Ана то бозид бародарони азиз, ин каме буд информация дар бораи автобусҳои гостинисаи мо.